خیلی ممنونم که دل دادین به برنامه خودتون و آنچه که تقدیم شما بود خلاصه‌ای بود از بیانات ارزشمند حجت الاسلام المسلمین حاج ابوالقاسم دولابی عزیز که برنامه گذشته از محضرشون یاد گرفتیم و این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، خوشحالم از زیارت. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و آرزوی موفقیت در خدمت شما هست. مخلصیم، ما هم در خدمت شماییم. جلسه گذشته عمدتاً پیرامون شهادت صحبت کردیم و اینکه در واقع استقامت نتیجهش میشه شهادت و میتونه پاداش استقامت شهادت باشه و مرحله ای از استقامت شهادت باشه و درباره آثار و برکات شهادت هم صحبت فرمودید. امروز قراره چی از شما یاد بگیریم آجا؟ امروز میخوام رمز پیروزی رو در جبهه مقاومت بر اساس آیات قرآن بیان کنم. خیلی هم عالی. یعنی اگر بخوایم ببینیم که مقاومت چگونه به ثمر میرسه و راه پیروزی در مقاومت و در جبهه مقاومت چیه، آیات سوره مائده رو باید ببینیم، آیه 54 55 و 56. میگه غیر از خود مقاومت چیز دیگه ای هست. مثلا میگم طرف تشخیص داده تو زندگی فردی، یک فرد یا یک جامعه کشور، یک چیزی رو، یک هدف مقدسی رو که این هدف الهی خدایی، نیتم قربتن لله، منم تو مسیر افتادم، الان دیگه باید استقامت کنم دیگه. بله، یه توضیحی داره که من عرض میکنم. اجازه بدید این مقدمه رو بگم، بعد پاسخ سوال حضرت علی رو عرض میکنم. سوره مائده 54 آیه معروف ولایته که 55 54 هم مرتبطه. بله. که میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. خطاب به مسلمانای صدر اسلام میگه اگر دچار ارتداد بشید، که اصل ارتداد رها کردن پیغمبر و پشت کردن پیغمبره. درست. بدونید یه روزی میاد یه کسانی میان اونها مثل شما نیستن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسایی میان اینا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. اینها دوستی و دشمنیشون یک منطقی دارد، در برابر کفار با صلابتن، در برابر مؤمنان متواضع و خاضعن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا پیکار میکنن. ولا یخافون لومة لائم، از ملامتگران نمی ترسن. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. بعد آیه 55 میگه انما ولیکم الله و رسوله. ای مردم، اگر قرار مرتد نشید و در مسیر ایمان بمونید، باید حول محور یک کسی جمع بشید که او خداست و رسول او و بعد از او الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونایی که نماز میخونن، اونایی که زکات میدن در حال رکوع، که اشاره به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همین مسیره. بعد شاهد عرض من اینجاست، آیه 50 و 56. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. پیروزی مال حزب الله. حزب الله پیروزه بی تردید. منتها که حزب الله بشه حزب الله محور میخواد. محور کیه؟ محور خداست که خدا را در رسولش باید جستجو کرد. خدا چه میخواهد رسول او میگوید، پیک او میگوید، و رسول هم برای خودش جانشینی گذاشته است که باید حول محور او جمع شد. اگر حول محور این فرستاده رسول و فرستاده خدا مقاومت کردیم، مقاومت ما را به یک حزب تبدیل می کند، به یک لشکر تبدیل می کند، به یک جریان قوی تبدیل می کند. اون روز است که ما پیروزیم. خب اگر جمع نشیم دور ولی همینطوری خودمون برای خودمون مقاومت کنیم، چه اشکالی داره؟ در واقع شاید سوال من این بود. آره. اشکالش اینه که انرژی های ما و نیروهای ما گاهی همدیگر رو خنثی میکنه، گاهی این تشتت ما باعث سوء استفاده دشمن میشه، گاهی این فاصله گرفتن ما از یکدیگر باعث بدبینی ما و اصلا افتادن ما به جان همدیگه میشه. اما اگر ما یه محور داشتیم، حول اون محور جمع شدیم، همه گوش به فرمان او بودیم، این وحدت فرمان روایی، این وحدت راهبری جبهه حق به ما قدرت میده.
نیروی ما رو هزاران برابر میکنه. هم سرعت میده هم قدرت. هم سرعت، هم قدرت، هم درایت و تدبیر میده. اگر اون نگاه عرض کنم که دیدبان بصیر که از بالا با نگاه پهبادی به قول بعضیا داره ماجرا رو رصد میکنه نباشه، ممکنه ماها در اشتباه محاسباتمون حتی یه جاهای انرژی هامون رو هدر بدیم. اوست که میداند این انرژی کجا باید آزاد بشه، کجا باید جهاد صورت بگیره، کجا باید صلح بشه، صلح موقت و تاکتیکی. چون دشمن بزرگتر رو میبینه، نقشه های دشمن رو اون میخونه و میفهمه و متوجه میشه. لذاست که میگه اگر حول محور خدا و رسول و الذین آمنو که امیرالمؤمنین باشه و همطور امتداد این جریان حول این محور جمع شدید، اون وقته که حزب الله پیروز میشه. اگر جمع نشدید شما حزب الله به معنای واقعی کلمه نیستید. شما دار و دسته ها و گروه های متعددی هستید که هر کدوم گوش به فرمان یه نفر هستید و این اراده های متفرقه و متشتت شما رو به سرانجام نخواهد رساند. امروز در دوران معاصرمون اگر میبینیم جبهه مقاومت قدرت پیدا کرده، احسن، اگر میبینیم جبهه مقاومت که در هر گوشه جهان یه جریانی به نام مقاومت داره فعالیت میکنه، اما اینها در برابر یک دشمن مشترک دست به دست هم دادن، یه قدرت بزرگی رو پدید آوردن به خاطر اجتماع این محور مقاومت حول یک ولی است. بی تردید اون ولی رهبر عزیز ماست. آره. که امروز داره رهبری میکنه، جبهه مقاومت رو رهبری میکند، به اونها یاد میدهد که چگونه در برابر دشمن بایستند، به اونها نیرو میدهد، به اونها در واقع ما اونجا نیروی فیزیکی و نظامی به اون معنا نداریم، اما نیروی فکری و اعتقادی داریم. نیروی فکری و اعتقادی. بله، جریان مقاومت در جهان امروز تبلور حرکت مقاومتی است که در ایران اسلامی حول محور ولی شکل گرفت. البته حالا ممکن است کسی بگه کدام ولی؟ میگم همون کسی که در امتداد این آیه قرار دارد. امتداد این آیه بعد از امیرالمؤمنین امام مجتبی، بعد سید الشهدا، به همین ترتیب تا میرسه به حضرت ولی عصر و اون حضرت برای خودش در عصر غیبت جانشین گذاشته است. فرموده است حول محور جانشین من جمع بشید. اگر حول محور این جانشین حضرت ولی عصر که امتداد همون جریان است جمع شدیم، ما حزب الله شکست ناپذیر خواهیم شد. و حقیقتا امروز اصلا من میگم به لحاظ اعتقادی هم خیلی نخواهیم تمرکز کنیم، تجربه نشون داده. تجربه نشون میده. عقل اینو میگه که یک نخ تسبیحی لازمه، یک مقام که از بالا همه چیز رو داره، وگرنه اگه این بی‌نظمی ها تشتت باشه قطعا ما به اون نتیجه. و هر جا که این اتفاق افتاده تو مملکت ما تجربهش کردیم، تو این دوره 40 چند سال از انقلاب گذشته، تو تشکیل انقلاب تا الان و تو این نیروی ما تجربه نشون داده که حول یک محور بوده خیلی نتایج و ثمرات بیشتر. جواب سوال شما داده شدی؟ نه، من سوال من نبودی. وقتی من در خودم رو در مقام یعنی وظیفه ما مجری‌ها اینه دیگه، در مقام افکار مختلف قرار بدیم از طرح سوال. خود حضرت علی بخشی از جواب رو خودتون فرمودید، می‌خواستم عرض کنم که جواب همین بود. جواب هم. اما حالا یه سوال دیگه، این جوابی که دادیم مربوط به مقاومت در مقیاس جهانی بود. بله. قبلا عرض کردیم ارزش‌های اخلاقی هم در مقیاس فردی به همش تطبیق میشه، هم در مقیاس اجتماعی. در مقیاس فردی چطور؟ من میخوام مقابل ابلیس مقاومت بکنم، بازم باید حول محور ولی جمع بشیم تا بتونم؟ جواب اینه که بله، بازم باید حول محور ولی جمع بشیم که بتوانم من در مسائل فردی خودم بر شیطان غالب بشم. چرا؟ چون اگر یه گوسفندی از گله جدا شد، خیلی زود طعمه گرگ میشه. احسن. اگر فاصله گرفتم، جدا شدم از جامعه اسلامی، رفتم یه گوشه داری کنجی برای خودم خزیدم، خوراک ابلیسم. لذا قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. یه حرکت جمعی لازمه. تو این حرکت جمعی تواصی به حق، تواصی به صبر. الان میگن آقا چه مثالی زد ما رو با گوسفند. خب گوسفند عقل نداره، من عقل دارم. من درسته که از گلوه، خب عقل، صاحب عقلم، صاحب خدا به من شعور داده. صاحب عقل نید،
اصلا بحث در این نیست که عقل دارم یا ندارم، صاحب عقلید، ولی همه ما نیاز به تذکر و تنبه و توجه دوستان و اطرافیانمون داریم. بالاخره ما هم میلغزیم. اگه من تنها باشم برای خودم، درصد لغزش من صدها برابر بیشتر میشه. شیطان خیلی راحت میتونه من رو به دام بندازه. حالا خیلی هم نمیخواد هوایی حرف بزنیم، بیایم کف میدون ببینید این کسانی که در مسیرن، اینا نوعا وصل به یه جریان مذهبی هن، یا علیه هیئتی هن، یا تو مسجد نماز جماعت هن. یا آدمی که با هیچ کدوم از مجامع دینی ارتباط ندارد، با هیچ یک از جماعت‌های دینی که حول محور اولیاء خدا جمع میشن ارتباط ندارد، نوعا نمیتونیم پیدا بکنیم که تو مسیر مانده باشه. اصلا خود به خود آدمی که اینجوری هست، تو اروپا هم که هست، سوال میکنه اینجا مسجدی جایی هست یا نیست. اگه بفهمه که یه هیئتی، یه مجلسی توی جایی داره برگزار میشه، ولو از طریق رسانه خودش رو ملحق میکنه به اونجا. ببینید لازم نیست حضور فیزیکی باشه ها. تو خونه نشسته، شبکه تلویزیونی رو کنترل میگیره، منطبق میکنه بر اون شبکه که در ایام محرم داره مجلس امام حسین علیه السلام برپا میشه. خود این دلدادگی به حضرت سیدالشهدا که چه بسا از طریق رسانه جمعی رو داره دوره هم جمع میکنه، مصداق تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ما این پیوستگی رو باید داشته باشیم. درست. اصلا زور شیطان به فرد خیلی راحت تر میشه تا یه جمع. ما خودمون با یه نفر درگیر میشیم، یه نفر خیلی زودتر ممکنه از پسش پر بیام تا این رفته مثلا با کل اهل محلش اومده. با کسی دعوا شد، بهش گفت چند نفر، به 10 نفر. ما اگر با اولیاء خدا باشیم، شیطان که میاد میگیم بالاخره ما یه جمعی هستیم. به این راحتی نمیشه. مثلا این همه توصیه به خیلی از فرایضی که ما یا حتی مستحباتی خواستن ما جمعی انجام بدیم، هم شاید یکی از دلایلش اینه که ید الله مع الجماعه دیگه، یعنی دست خدا با جمعه و خدا شیطان نمیتونه اونجا. باز من این خودم اصلا در سوره حمد دیگه بهتر از شما اینها رو شنیدید بارها، ایاک نعبد که تو نمازم میخونید به صیغه جمع گفته شده. اصل نماز جماعته. اصل حرکت. شما دعاهایی که تو قرآن هست ببینید، اصلا پیغمبر رفته به معراج، دعاهای پیغمبر رو تو معراج که تازه تک رفته، دعاشو ببینید توی سوره بقره، آیات پایانی سوره بقره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا، اصلا ربنا خدای ما هستیم. من تک نیستم، شما تک نیستید، ما هوای همدیگر داریم، ما یه جریانیم، ما یه جبهه‌ایم، ما حقیقتا با هم هستیم. قرآن ما رو با هم قرار داده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اصلا چرا مؤمنین و مؤمنات امر به معروف میکنن، نهی از منکر؟ ببینید امر به نهی از منکر شما اگه تو این فضا نبینید، باید تو فضای فضولی و دخالت و اینا تفسیرش کنید. اما فضای دلسوزیه، فضای همبستگی، دلبستگی، یکپارچگی. ما با همیم، با هم سواری کشتی هستیم، با هم داریم حرکت رو. من باید هوای شما رو باشم، شما هوای من رو. احسن، خیلی ممنونم. یکی دو دقیقه هست آقای حسین زاده بنده خدا دارن بالبال میزنن پشت صحنه، میخوان برامون قرآن پخش کنن. اجازه میدین؟ بله خواهش. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات 55 و 56 سوره مائده رو شنیدیم. ضمن اینکه یاد گرفتیم ما تو زندگی فردی هم باید حول محور ولایت حرکت بکنیم، با جمع باشیم به دلایلی که فرمودیم تا مقاومتمون بالا بره و ایستادگیمون در برابر حجمه ها بیشتر بشه. عرض کنم خدمتون که یه روایتی داریم در ذیل این آیاتی که پخش شد و ما هم توضیح عرض کردیم که نبی مکرم اسلام بر شانه سلمان زدن، فرمودن که مقصود از این کسانی که خدا در این آیه از اونها یاد کرده سلمان و هموطنان اویند. بعد فرمود لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس. اگر دین در ستاره ثریا هم باشه، مردانی از هموطنان سلمان به این دین دست پیدا میکنند. نبی مکرم اسلام خیلی برای ما ایرانی ها بالاخره حساب باز کرده، خیلی از ما تعریف کرده، تمجید کرده. مردم ایران تا به حال که به اعتقاد من سربلند بودن و حق این تمجیدها رو به جا آوردند. یعنی ملتی که یک تنه در برابر این حجمه های عجیب و غریب شرق و غرب عالم ایستادند.
امامین انقلاب مردم ما رو از مردم زمان عصر پیامبر امیرالمومنین بهتر دونستن. قطعاً بهترن، به مراتب بهترن. در زمان سید الشهدا علیه السلام جز 70 نفر بقیه تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام. مردم ما فقط 300,000 شهید در دفاع مقدس تقدیم راه انقلاب کردن و هنوز هم ایستادن، علیرغم همه این مسائل و مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها و حتی گلایه ها و درد دل ها، ولی ته دل مردم ما همون حرکت به سمت قله هایی است که رسول گرامی اسلام ترسیم کرده. لو کان الدین معلقا بالثریا، اگر دین تو ستاره ثریا هم باشه، لتناوله رجال من ابناء الفارس. توی روایت دیگری میخونیم که این آیه مربوط به اصحاب حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هست که با تمام قدرت در برابر اونها که از آیین حق دور شدن می ایستن، جهان رو پر از عدالت میکنن. من میخوام این دوتا روایات رو کنار هم بذارم، بگم مردم ایران آفرین بر شما که شما همون یاران حضرت ولیعصر هستید. الحمدلله. و شما جهان رو آماده کردید و دارید آماده میکنید برای ظهور منجی عالم. ببینید این اتفاقاتی که در این ماه‌های اخیر افتاد، در این سالهای اخیر افتاده، اتفاقاتی است که جهان رو به دو قطب مستکبر و مستضعف تبدیل کرده. جبهه حق و باطل در سرتاسر جهان طرفداران خودش رو پیدا کرده. حتی در دل واشنگتن جبهه حق سربلند کرده و تجمعاتی برپا کرده. در انگلستان، در پاریس مقام معظم رهبری شوخی کردن چند وقت قبل، فرمودن اینها ربطی به ما نداره، لابد بسیج انگلیس بوده و بسیج پاریس بوده. بله، چیزی به نام بسیج پاریس و بسیج فرانسه نداریم، اما حرکت انقلابی است که الهام گرفته از انقلاب مردم ایرانه. یه جورایی اصلا انگار دنیا داره اون غربال و قبل ظهور که داریم غربال میشه، صفارایی‌ها، طرفدار حق و باطل. احسن باش. خب این روایت هم تایید میکنه. از یک طرف میگه پیغمبر میگه ایرانی‌ها هستن که دین رو به هر شکلی باشه حفظ میکنن. امام زمان علیه السلام هم که منتظر ظهور این مردم هست و تو روایت هست که یاران مهدی همین ایرانی‌ها هستن. امیدواریم این حزب اللهی هم که در قرآن گفته شده که فإن حزب الله هم الغالبون همین مردم باشن. من حالا اگر اجازه بفرمایید این جمله هم از رهبر عزیزمون تقدیم بکنم درباره اهمیت مسئله ولایت. خواهش میکنم استفاده میکنیم. رهبر معظم انقلاب فرمود آنجایی که دشمنان میخواهند در بین جناح‌های گوناگون مردم اختلاف ایجاد کنند، رهبری است که می آید مایه الفت و مانع از تفرقه می شود. در یه جای دیگری مقام معظم رهبری جایگاه امام رو بیان میکنه. فرمود خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه ای انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد و همه این انسان ها از نفس می افتادند. آن کسی که از نفس نمی افتاد او بود، یعنی امام، و دیگران هم به نیروی او قوت و نیرو می گرفتند. بعد هم هدایت حقیقی یک حرکت انقلابی و یک نهضت بزرگ در طول مدت 14 سال و عبور دادن آن از آن همه عقبات گوناگون توسط آن بزرگوار بود. طوری شد که افکار غیر اسلامی و ضد اسلامی به انزوا گراییدند. ببینید ولی وقتی با طرفداران خودش یک حرکت و یک جریانی رو آغاز میکنه، جریانهای رقیب آرام آرام به حاشیه رانده میشن و این جریان تبدیل به جریان غالب میشه. اینم باز از اسرار ضرورت اجتماع حول محور ولی است. اگه ما برای خودمون تک تک باشیم، دشمنان ما جریان درست میکنن، این جریان میاد ما رو میبره، بچهای ما رو میبره، جامعه ما رو متلاشی میکنه و جامعه ما رو متفرق میکنه. اما اگر ما جریان شدیم، ما میتونیم در مقابل هجمه دشمن بایستیم و حفظ بکنیم. بعد میفرماید روز به روز فکر اسلامی و این تفکر منطقی و مستحکم و قوی غلبه خود را بر افکار دیگر ثابت و آشکار کرد. در همه قضایای مهم حضور امام محسوس بود. این تعبیری است که حضرت آقا در سالگرد امام در سال 78 بیان فرمودند. من میخوام عرض کنم همه اونچه که در این عبارات
مقام معظم رهبری درباره امام فرمودن، درباره خودشون هم صادقه. همینطوره. درباره خودشون هم صادقه و حقیقتا ایشون اون نخ تسبیح حرکت منسجم جبهه مقاومت در سرتاسر جهان بودند. و چه بسا به نظرم، نمیدونم چقدر میشه اینجا تو رسانه خیلی چیزا رو کار نمیشه عنوان کرد، اما نظر شخصیمه، چه بسا کار حضرت آقا خیلی سخت‌تر از حضرت امام بود، همونجوری که کار امیرالمومنین سخت‌تر بود. بالاخره پیامبر یه اباحتی اسلام رو آورده بودن و اینها، ولی بعدش شرایط به گونه دیگر شده بود تو مملکت ما. بالاخره امام انقلاب رو بنیانگذاری کردن، یعنی جایگاه و شأن. اما بعد از ایشان بالاخره حضرت آقا تو شرایطی رهبری رو به دست گرفتن و ادامه دادن که شرایط به نظرم خیلی سخت و پیچیده بود و هست و فوق‌العاده‌ن ایشون. من در حد و اندازه نیستم که بخوام درباره ایشون صحبت کنم، ولی یاد حالا راجع به این با جمع بودن و حول محور ولایت بودن، یاد گلایه امیرالمومنین افتادن تو مسجد کوفه که میگن که به کوفی‌ها میگن من حاضرم هر 10 تا شما کوفی رو با یه دونه شامی عوض کنم. چرا؟ چون اونا سر حرف حقی که میزنن همه با همن، حرف باطلی که میزنن همه با همن، شما تو حرف حقی که میزنین با هم نیستین. یعنی این با هم نبودن، با من همراه نبودن، اونجا گلگی میکنن که اگه باشه نتیجه خواهد داد. چقدر وقت داریم؟ من یه روایت میخوام بخونم و یه عبارتی از آقا که تمام این شروع بفرمایید شما، ان شاءالله که فرصت. بله. این عبارت خود رهبر معظم انقلاب، یه روایتی رو استشهاد میکنن، بعد یه استفاده از اون روایت اینه: فرمود امام صادق به نقل از آبائشون در حدیث قدسی، فرمود لأعذبن كل رعیة فی الاسلام اطاعت اماما جائرا. هر مردمی که حول محور امام جائری جمع شدن عذابشون میکنن، اگرچه اینها در زندگی فردیشون نیکوکار باشن. ولأعفون عن كل رعیة فی الاسلام اطاعت اماما هادیا من الله و ان کانت الرعیة فی اعمالها ظالمة مسیئة. هر جماعتی که حول محور یک امام الهی جمع شدن، اینها رو ازشون میگذرم، اگرچه در رفتارهای فردی خطاهایی هم داشته باشن. مقام معظم رهبری میگن پیام این روایت اینه که اگر دستگاه مدیریت جامعه صالح و سالم باشد، خطاهای متن جامعه قابل اغماض است و در مسیر جامعه مشکلی به وجود نمیاد. اما اگر مدیریت و رأس جامعه از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، ولو در میان مردم هم صلاح وجود داشته باشه، آن صلاح بدنه مردم نمیتواند این جامعه را به سرمنزل مطلوب هدایت کند. پس اگر در رأس جامعه این اجتماعی که شکل میگیره یک ولی صالح خدا قرار گرفت، خطاهای جزئی افرادم قابل اغماضه. حرکت صحیح خواهد بود، به سرمنزل مقصود میرسه. اگر در حرم نداشته باشیم این عنصر رو، موفقیت مشکل میشه. این نقشه را و این تابلو رو و این نورافکن رو خدا روشن کرده. از اول نخ تصویرمون فرمودن که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اینو بگیرید دیگه رها نکنید. خدا خیرتون بده. عجبتون با امیرالمومنین عوامل ندارین؟ متشکرم. مخلصیم، زنده باشید. چون بحثمون درباره ولایت به عنوان محور استقامت همونش که فرمودن بود، من این دو بیت رو تقدیم کنم و شما خداحافظی کنم. گفتش که ما ساکن وادی هدایت هستیم، ما شامل لطف بی‌نهایت هستیم، پرسند اگر نشان ما را گویید، ما اهل ولایت هستیم. الحمدلله رب العالمین.